بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز در درس تفسیر یکمین سوره از جزء تبارک شروع می شود. الحمدلله رب العالمین که من و شما را پروردگار موفق کرد توانستیم جزء عامه را به پایان رسانیم، تفسیرش را و عمل کننده گرداند الها الله یگانه. امروز ما سوره مرسلات را تفسیر میکنیم. سوره مرسلات خواهران عزیز، اولین آیت هایش همش درباره نشانه های بزرگی الله و آن نعمت های الله و آن معجزه های الله که در دنیا هست و من و شما اینقدر به آن اهمیت نمیدهیم درباره آن صحبت میکند. و الله در اول آیتش که سوره مرسلات تقریبا تمام علما اتفاق هستند که به جز یک آیتش سوره مکی هست، الله میگوید والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. تا همینجا پروردگار قسم میخورد. الله قسم میخورد به بادها یا شمالهایی که پی هم میوزند. الله قسم میخورد با شمال و بادهایی که پی هم میوزند. بعضی علما میگوید مرسلات باد و شمال نیو بلکه فرشته هایی هست که پی در پی به زمین می آیند، ولیکن اکثریت علما میگویند نه، اینجا مرسلات چی است؟ درباره شمال و بادها هست. فالعاصفات عصفا، و همون شمال هایی که سبب میشوند گل ها بشکفد و دانه ها بروید، چون شمال سبب چی می شود؟ رویدن دانه و از شکفتن گل ها می شود بعد از باران. و ناشرات نشرا، و الله قسم می خورد به فرشته هایی که در روی زمین یا گفتیم در آسمان ها از این سو به آن سو ابرها را پهن میکنند، یعنی برنده ابرها از این طرف به آن طرف که هستند فرشته ها هستند. و در دوامش میگه فالفارقات فرقا، و قسم به همون فرشته هایی که از آسمان با وحی اللهی و با قرآن و با وحی به سوی پیامبران می آیند تا اینکه حق و باطل از هم جدا گردد، تا که به سبب آمدن آن وحی خداوند مردم چی حق است و چی باطل است از همدیگر جدا کند. یعنی فالفارقات فرقا، فرشته هایی که چی میکنند؟ سبب میشوند بین حق و باطل با آوردن وحی آنها جدا شود. فالملقیات ذکرا، و قسم به همان فرشته هایی که آنها به پیامبران می آورند ذکر را، و اساسا اینجا درباره حضرت جبرائیل صحبت می رود، چون جبرائیل فرشته وحی می باشند. و در دوامش الله می گوید عذرا او نذرا، فرشته هایی که وحی الله را می آورند و آن وحی برای از بین بردن عذر مردم است، یه تا اینکه مردم نگویند که خدایا ما از کجا تو را می شناختیم، خدایا ما از کجا به جنت و به دوزخ باور می کردیم، آخر ما نمی دانستیم نگویند. برای اون که نمی دانستیم گفتن شما عذر نشود، خداوند به نزد شما چی فرستاد؟ فرشته ها را با وحی فرستاد به نزد پیامبران. برای همین خواهران عزیز اکثریت علما هستند که میگویند بعد از آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم عذر من نمیدانستم وجود ندارد. تو در روز قیامت در پیشگاه پروردگار خدایا من تو را نشناختم، من بیخبر بودم، کسی رو مرا از تو آگاه کرد، گفته نمیتوانید، چون پروردگار فرشته‌اش را به نزد محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد و محمد رسالتش را صلی الله علیه و سلم تمام کرد. عذرا تا اینکه شما دیگر در نزد پروردگار عذر نآورید که ما چیزی را نمیدانستیم، و این چونین نذر نذیر ترساننده از عذاب آتش و ترساننده از عذاب قیامت. در دوامش پروردگار بعد از که این قسم ها را میخورد، هر یک قسم چی گفتیم؟ جواب خودش را دارد. الله میگه انما توعدون لواقع، البته آن روزی که به شما وعده داده شده است، آن روزی که شما در پیش پروردگار سوال و جواب میکنید و حساب کتاب میشوید و نکوکاران به جنت میروند و کافران به دوزخ، آن روز لواقع، البته که آن روز واقع خواهد شد. فاذا النجوم طمست،
آن روز وقتی که میرسد روشنی ستاره ها از بین می رود، یعنی دیگر ستاره ها نخواهند درخشید. و اذا السماء فرجت و آن روز این آسمان ها کشاده می شود. خیلی که در و اذا السماء انشقت در این سوره های جزئی اما در این باره گذشته بوده. و اذا الجبال نصفت و وقتی که تمام کوه ها از جای خود برکنده شوند و بروند. و در آنجا پروردگار وقتی که درباره اینها صحبت میکند در دوامش میگوید و اذا الرسل اقتت و وقتی که تمام پیامبران آن روز جمع شوند، یعنی روز قیامت روز جمع شدن پیامبران است که آن روز پروردگار پیامبران را شاهد می آورد و این چنین انسان ها را هم آن روز شاهد می شوند که این پیامبران به نزد ما آمده بودند. لای یوم اجلت برای کدام روز این همه جمع شدند؟ لیوم الفصل برای روزی که جدا کننده هست، یعنی جدا کننده نکوکاران از بدکاران است. و ما ادراک ما یوم الفصل و تو از کجا میدانی که یوم الفصل یعنی آن روز جدا کننده چی هست؟ الله میگوید ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر حال دروغگویان، که این آیت گشته و برگشته در سوره مرسلات تکرار می شود. وای در آن روز بر حال دروغگویان، یعنی وای یعنی ویل در ببخشید در روایت ویل یکی از بدترین جایگاه هست در جهنم که از آن انسان ها آبی جوش اگر در دیگر دروازه های جهنم باشد در آنجا فقط شرک و فساد اهل دوزخ می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من وادی را در جهنم دیدم که نامش ویل بود و آن از بزرگترین جایگاه عذاب برای کافران بود. در دوامش الله میگوید الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. ای آنهایی که همیشه از پی گناه هستید، ای آنهایی که خدا را فراموش کرده اید و خود را هم فراموش کرده اید. انسان وقتی خود را فراموش میکند دیگر به هر کار دست میزند. وقتی فراموش میکند که جایگاهی او در این دنیا کجاست، در این دنیا به چی باید دست بزند، در این دنیا از چی باید دست بکشد. الله میگوید شما به خود آید الم نهلک الاولین، مگر این من نبودم که آن همه گناهگاران و بدکاران و کفار و مشرکانی که پیش از شما بودن آنها را هلاک کردم. یعنی مدتی تو در این دنیا خیلی محدود است، کی باشی هم صالح باشی هم یعنی نکوکار باشی هم بدکار باشی هم مدتی تو وقت در این دنیا خواهد گذشت. الله میگوید به خود آید ببینید مگر من هلاک نکردم آنهایی که پیش از شما بودن ثم نتبعهم الاخرین سپس بعد از آنها آمده ها را هم هلاک کردم کذلک نفعل بالمجرمین. این وعده الله هست عیناً همین گونه خواهم کرد با مجرمان با کافران که آنها در دنیا هلاک میشوند. یک مرگ یک مؤمن مانند مرگ یک کافر نمی شود. در دوامش الله میگوید کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز به حال دروغ شمارندگان، آنهایی که دروغ میشمارند روز حساب و کتاب را. در دوامش الله من و شما را میخواهد یعنی به اصل خود نگاه کنیم. الله میگوید الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. ای انسان ها، ای آنهایی که اهل تکبر هستید، ای آنهایی که از آسمان به پایان نگاه میکنید، مگر من شما را از یک آب مهین، معنای مهین ناچیز، آبی که خیلی حقیر است، خیلی به ارزش است یا گفتیم خیلی پست است از آن نآفریدم؟
فجعلناه فی قرار مکین، و آن نطفه رو یعنی آبی که شما از آن آفریده شدید در یک مکانی که محافظه می شود، در یک جایی که برای شما جای امن است، در آنجا نگاه نداشتم. یعنی شکم مادر را در نظر دارد که شکم مادر یگانه جایی هست که کودک را نگاه می دارد. الی قدر معلوم، تا یک مدت معلوم، تا وقتی به دنیا آمدنتان. فقدرنا فنعم القادرون، و من به شما در آنجا شکلتان را، رزق روزیتان را در دنیا چگونه می شود همه اینها را تقدیر کردم و خیلی خوب زیبنده به خود شما تقدیر کردم. اصلا نباید انسان خواهران عزیز که الله مرا بدبخت آفرید یا الله مرا این گونه و این گونه با کمبودی ها آفرید نگوید. و ما الله یرید ظلما للعباد، میگوید الله من اصلا برای شما ظلم را نمیخواهم. همین که تقدیر یا گفتیم شیطان با راه های تقدیر به شما داخل می شود که چرا به فلانی خداوند داد به تو نداد، چرا فلانی چگونه است این گونه است تو این گونه نیستی، چرا او فرزند دارد و تو نداری، چرا او ثروت دارد و تو نداری. هر وقتی که شیطان چون با درهای ناامیدی زیادتر به انسان داخل می شود، وقتی به نزد شما شیطان با این فکرها آمد، به یادتان بزند که الله اصلا برای بنده هایش ظلم نمی خواهد و ظلم را پروردگار برای خود حرام کرده است و هر چیزی که برای ما تقدیر و نصیب کرد خیلی خوب تقدیر و نصیب کرده است. و باز الله میگوید وای در آن روز برای دروغ شمارندگان. در دوامش الله میگوید الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فيها رواسي شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. ای انسان ها، بعد از اینکه به خودتان نگاه کردید، درباره چگونه پیدا شدن خودتان و درباره چگونه پیدا شدن انسان فکر کردید و به یادتان زد که در این دنیا خالق یگانه است و عجب هست خواهران عزیز آنهایی که به بودن خداوند شک دارند، اتئیستان و نمیدانم دیگر طبیعت پرستان، هیچ به عقل کوچک آنها یا به عقل بی عقل آنها هیچ نمی رسد که چگونه پیدا شدی، و یا خودت را آفریدی یا خودت را همون طبیعت آفرید. الله میگه بعد از اینکه به خود نگاه کنید که چگونه شما آفریده شدید، الم نجعل الارض کفاتا، یک به زمینی که زندگی میکنید به آن نگاه کنید. همین زمین در برگیرنده مرده و زنده شماست، احیاء و امواتا، یعنی شما در زندگیتان در داخل خانه ها در روی زمین زندگی میکنید، پس از مرگتان در داخل قبرها. یعنی الله میگه من زمین را این گونه آفریدم که شما هم برای زنده تان هم برای مرده تان در آن برای خود پناهگاه یا جای پناه میابید. و جعلنا فیها رواسي شامخات و اسقیناکم ماء فراتا، و در زمینی که شما زندگی میکنید چقدر کوههای بلند آفریدم و از بین آن کوهها برای شما آب صاف و تازه میریزد تا که از آن آب سیراب شوید. و نعمت آب را هم گشته و برگشته در سوره ها خواهران عزیز میخوانیم که یگانه سازنده آب خداوند است. اگر آب را از ما گرفت دیگر جان یا حیات در روی زمین نمیماند. اکنون بعد از اینکه خداوند به من و شما از خودمان از اطرافمان صحبت کرد، برمیگردد به روز قیامت. الله میگوید آنهایی که روز قیامت را دروغ میشمارند، میگویند من اصلا باور ندارم که روز قیامت هست، من اصلا باور ندارم که ما از نو گشته زنده میشویم. الله میگوید انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، بروید به سوی همون جهنمی که شما دروغ میشماریدید. یعنی در روز قیامت به کافران گفته می شود که ای کافری که به دوزخ باور نداشتی، ای کافری که به روز حساب کتاب باور نداشتی، برو به سوی همون جهنم، به همون آتشی که تو آن را دروغ میشماریدی. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، برو به نزد همون ظل، یعنی
به سوی همون گرمی یا به سوی همون دودی بزرگ که از بزرگیش وقتی به بالا میبراید به 3 تقسیم می شود. اینقدر جهنم دودی غلیظ و بزرگ دارد. به سوی آن برو. لا ذلیل و لا یغنی من اللهب. یگان سایه نیست و در آن روز شما از آن آتش جهنم چیز شما رو خلاص نمی کند. اینها ترمی بشرر کالقصر. سبحان الله. الله میگوید شراره هایی که از آتش جهنم میپرند مانند کوههای بزرگ، قصرهای بزرگ، شهرهای بزرگ هستند. خواهران عزیز، هرچی آتش بزرگ باشد هم در دنیا شراره های اون خیلی کوچک است. کمی می رود و دیگر آن چی می شود؟ خاموش می شود. شراره تقریبا جای را به کام آتش نمی برد. اما پروردگار میگوید تصورش رو کنید، شراره، فقط شراره هایی که پریده پریده، یعنی اون پاره های کوچک، ببخشید خردکه، که آتشی که پریده پریده از آتش جهنم هر طرف می رود، مانند چی هست؟ کل قصر، مانند قصر و کوه و شهرها هست. که انه جمالتون صفر، و آن با آن بزرگی مانند شراره های دنیا رنگ خوشرو ندارد، مانند کوه های سیاه هست. صفر به معنای سیاه آمدگی است. ویل یومئذ للمکذبین. وای در آن روز به حال دروغ شمارندگان. خداوند خودش با رحمتش که عملهای من و شما ارزنده جنت نیست، پروردگار با فضل و با رحمتش ما را از آتش این جهنم نگه دارد. و در زیر همین آیت ها امام قرطبی چیزی خیلی خوشرو میگویند این همه عذاب، این همه سایه نبودن، این همه شراره های مثل شهرها سیاه بالا افتیدن، این برای کفار است. اما مومنان شما بدانید که شما در آن روز در سایه عرش پروردگار خواهید بود. شما را ابرهایی که مخصوص برای شما را سایه کردن آفریده شده است، عملهای صالح شما، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما سوره بقره و آل عمران را زیاد خوانید، روز قیامت مانند ابر بالای سر شما می آید، یعنی ثواب آن قرآن خواندگیتان. میگویند برای شما در آن روز سایه ها هست، شما اصلا دلخور و ناراحت نباشید. ای آنی که بر روز قیامت ایمان داری، ای آنی که بر روز قیامت عمل میکنی، سایه تو زیر عرش پروردگار خواهد بود. سایه تو زیر ابرهایی که پروردگار به عملهای صالحت برایت آماده کرده است زیر آن خواهد بود. در دوامش وقتی که درباره دوزخیان گپ میزند، الله میگوید هذا یوم لا ینطقون و لا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین. امروز آنها چیزی نمیگویند، یعنی چیزی برای گفتن ندارند و اصلا برای آنها اجازه نمی شود که بهانه بیاورند و عذر پرسند. یعنی در روز قیامت تو نمی توانی به پروردگار بگویی که اگر این خیل می بود این خیل می شد، اگر تقدیرم را این گونه می کردی من تو را می پرستیدم، اگر فلانی دوستی من نمی بود من تو را می پرستیدم. این گونه برای تو فرصت نیست. فرصت عذر پرسیدن، فرصت سجده کردن، فرصت توبه کردن نیست. الله میگوید ولا یؤذن لهم فیعتذرون. هیچ برای شما اجازت سخن کردن و بهانه آوردن و عذر پرسیدن نیست. دیگر شما فرصتی که داشتید به آخر رسید. یعنی سبحان الله خواهران عزیز، این عمر کوتاهی که ما داریم یک فرصتی هست برای به دست آوردن وطن اصلیمون، برای به دست آوردن جنت. باید برای آن بشتابیم که چرا اینقدر شتاب و دوادوی ما فقط برای دنیای دروزه باشد که الکی داریم از آن می رویم. و پروردگار چی میگوید؟ ای اهل معصیت و گناه، ای آنهایی که به خداوند باور ندارید و از انجام دادن امرهای پروردگار سرپیچی میکنید، امروز روزی بهانه آوردن و امروز روزی برای شما عذر پرسیدن نیست. اینجا خواهران عزیز در دیگر آیت ها مثلا الله میگوید فلا تسمعوا الا همسا. در روز قیامت فقط صدای پیچ راست پس صحبت کردن شنیده می شود. و در بعضی آیت ها میگوید و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون.
بعضی اهل دوزخ از همدیگر در روز قیامت میپرسند که شما بودید که ما رو به آتش آورید و شما بودید که سبب شدید. ولی اینجا چرا اینجا الله میگوید کسی گپ نمیزند؟ در اینجا خیلی یک جواب خوشرو آوردگی هستند. میگویند روز قیامت به مدت 1000 سال است. در بعضی موردها صحبت میکنند، در بعضی موردها آنها صحبت نمیکنند. یعنی مرحله خیلی مدت دراز است که الله چی میگوید؟ و این یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. یک روز در نزد پروردگارت، یعنی مقدار یک روز در نزد پروردگارت مقدار 1000 سال شما در دنیا هست. و در روز قیامت چه است؟ در این مدت طولانی شما بعضی ها از همدیگر یک در وقت میپرسند، گپ میزنند، اما حالت هم میشود که به آنها اجازه صحبت کردن داده نمیشود. در دوامش الله میگوید هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فان کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین. امروز روز فصل است میگوید الله. امروز شما خواهید اهل جنت به جنت جدا می شوید، اهل دوزخ به دوزخ جدا می شوید. روزی جدا شدن بین خلائق است، حتی بین پدر مسلمان و فرزند کافر، یا برعکس فرزند کافر و پدر مسلمان، شوهر کافر و زن مسلمان، بین اینها جدا می شود. و الله می گوید هی آنهایی که اینقدر در دنیا دین را مسخره می گرفتید، روز قیامت و این روزها را مسخره می گرفتید، کنی الان اگر شما جای گریز دارید بگریزید. یعنی الان شما می توانید گریزید و از این عذاب من خلاص شوید، گریزید. این یک تهدید و یک مسخره هست که شما الان هیچ کار کرده نمی توانید. در دوامش خواهران عزیز بشارت است برای اهل ایمان. الله میگوید ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون ان کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. وقتی الله گفت برای شما ای اهل دوزخ هیچ سایه نیست، هیچ جای پناهگاه نیست از آتش دوزخ، میگوید اما متقیان، آنهایی که در دنیا پیوسته عملی ثواب میکردند و از گناه دور می ایستادند، فی ظلال و عیون، در سایه ها هستند و در چشمه های سیراب. و فواکه مما یشتهون، و برای آنها نمودهای میوه های هست، هر میوه که خودشان بخواهند. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، و آنها گفته می شود بخورید بنوشید، برایتان گوارا باد این سزای عمل هایی که شما انجام می دادید. یعنی جنت خواهران عزیز با تمنیات، با آرزو کردن، با فلانی مرا شفاعت میکند نمی شود. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، عمل های صالح انجام میدهی، بعد تمنای جنت میکنی. الله میگوید بخورید و بنوشید، برایتان گوارا باد با این سزای عمل هایی که انجام دادید. این کذالک نجزی المحسنین، ما انا همین گونه محسنان را، آنهایی که نکوکار هستند، مکافات خواهیم داد. اما برای اهل دوزخ گفته می شود کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، شما باشید کم بخورید و کم شاد باشید. دیگر برای آنها نه شادی هست و نه خوردن است. چگونه که آمده است که خوراکشان فقط زقوم است، میوه از آتش، و آب می نوشیدهشان هم از یحموم است، آب جوشی که دیگر تمام درون انسان را می سوزاند. الله میگوید این سزای همان مجرمیتان، سزای همان گناههایتان. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یومئذ للمکذبین. وقتی به اینها در دنیا گفته می شود نماز بخوانید، یرکعون به معنای رکوع نماز است، وقتی به آنها گفته می شود نماز بخوان، عبادت بکن، سرت را به نزد خالقت نه که او به تو مکافات نمازت را بدهد، نماز نمی خواندند. کسی از روی تکبری نماز نمی خواند او کلا کافر مطلق است، یعنی عموما از دین خارج است. او باید شهادت به زبان آورد و از نو مسلمان شود. کسی میگه من اصلا نماز رو قبول ندارم و به من نماز نگوید. اما کسی از روی تنبلی نماز نمیخواند. بین علما اختلاف است که عده حتی او را هم کافر میگویند، اما عده میگویند او گناهگار است، گناهش از عرق نوشی و از زنا هم بدتر است. الله میگه جزای اینها که
امروز در این عذاب هستند. اگر چرا؟ چون وقتی به آنها گفته میشد نماز بخوانید نماز نمیخواندند. و در دوامش الله میگوید فبأی حدیث بعده یؤمنون، بعد از این سخن الله، بعد از قرآن به چی چیز دیگر باور میکنند؟ و خواهران عزیز همین آیت رو خیلی الله حفظشان کند در پناهش نگاه دارد، مصطفی ادبی هم میگفتند که اینقدر برای یک نفر رو دعوت کردن، فلانی فیلسوف گفت، فلانی کتاب خوندم، فلانی مثلا یک طبیب اسلام آورده است، نگوید. کسی که قرآن رو میشنود و ایمان نمی آورد دیگر به هیچ چیز او رو شما قناعتمند کرده نمیتوانید. الله میگه وقتی شما یا وقتی کفار قرآن را خواندند و قرآن را شنیدند و ایمان نآوردند، پس به کدام گبان ها ایمان می آورند؟ کسی از قرآن پند نگرفت از هیچ چیز دیگر پند نمیگیرد. الحمدلله این 50 آیت سوره مرسلات بود که خواهران عزیز تفسیرش رو خیلی مختصر با هم به آخر رسانیده.